خوش اومدید دوئل با دوستم. او منو کیک نکن. و بچه بریم. منو سیس کرد. بزن بریم بچه. البته این دوستم هست ولی شریک یوتیوب هم هست. در واقع میشه گفت دوئل با شریک. لولش 400 من لولم 70 ایناست. بچه 10 تا هست. بازی 10 دقیقه، یعنی هر اون با اسنایپ من با نایفم. اینا کمپر رو نگاه کن. آدم کمپر به این میگن کمپر. ببین کمپر کجا رفت؟ تو اگه منو نزنه تو درگیری شدیده. چه حواسم نبود زدمش. بچه اولیو گرفتم. بریم بر بقیهش ایشالله کفایت میکنه. چه خیلی لولش باله خدا وکیلی. اینو من بگم که لولش خیلی باله. 400 مکسه. کجا رفت؟ عجب آدمیو. برادر کمپر تو صدامو نمیشه میز فوشش میدم. کمپری خوب کمپر جناب کمپر. بچه لقبش کمپره. تو کمپری زده. ببین تو کم نکرد ولی زد. من زدمش. اسنایپر اگه کمپ نکنه نمیتونه بزنه. ببین این کمپر رو هفتم بالا حوض مرکز. اینو ادب شه. این از چهارمیش. بس بازی 10 تا 6 دیگه بزنم تمومه. زد بس نه مستقیم میمد سمتش. میدونم کجا کمپ کرده یا این توه. دوستم هم زیادی که بگم همچینو این کمپر رو ناکن همچینم کمپر نیست ولی خب لقبش کمپره که لقبیه که ای وای چرا زدم ششمیو. کجا رفت؟ که بچه یه چیزی که من میگم اینا جناب آقای کمپرالی حتی من کن اسنایپ من هم گان آزادم چون لولم خیلی بودم بگم من گان آزادم. حتی 2 تا فاصله بزنه تمومه. 2 تا بزنه مساویه. 3 تا بزنه پارم. حتی ببخشی که یکم عصبانی هم من یکم چون بخشی بسه من عصبانی هم دارم فوش میدم وگرنه مثلا اینجوری نیستم. حتی خودش تو دوئل قوی که فیلمشو براتون گذاشتم قدرت کشید دیگه منم میکشم چون خودش کشید منم میکشم. کجا رفت؟ آدمشو بچه به استایپ میکشم شد. به تیم نایف میکشم شد. نیا کن میره اون بالا. من نمیتونم بزنمش بگیرمش. چند مدرسه هم هستی من بگیرم تو مدرسه از 100 جا پاره میکنم. کمپر علی حتی فینیشرش هم گرفتم. همه تو فینیشرش هم گرفتم. چه سریع حرکت کرد. تمومه بچه ها بردمش.
چیزی یکم خودتون باز کنیم. یکیش این دوتاش خیلی خفن دارم بچه اگه چیزی تو کامنت ها بگید دیگه 80 ایشالا با هم به 400 مکس میرسونیمش بچه خدا بشیم شب بخیر خدا